بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك بعوني الله سبحانه وتعالى مدرس قرى دوم مدهم از رسالة 70 مسألة مهمة في الصيام، يعني حفظ مسألة مهم وعيد روزة للشيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد علي الصغير النجمي حفظه الله تعالى. يعني أزوني الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد علي صغير نجمي، الله سبحانه وتعالى عمره محافظت کنه. ما از این رساله بعون الله تعالی چندی از مسائل را گذشتیم. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ فرموده است، صاحب رساله: المسألة الخامسة حكم الاحتياط في الإمساك قبل الفجر والفطر بعد ظهور الليل. یعنی مسئله پنجم حکم احتیاط کردن در خودداری کنی پیش از بامداد، یعنی حال بامداد نرسیده است که شخص احتیاط میکند که مبادا بامداد ندر آمده باشد گفته یا که ندر آید گفته. والفطری و افطار کردن بعد از ظهور شب، یعنی بعدی غروب آفتاب نیو احتیاط کرده چیکار میکنه؟ بعد آفتاب هم منتظر میشود تا یکون ستاره در آسمان پیدا شود، بعد بعد افطار میکند. حکم این چیست؟ صاحب رساله میفرماید که هذا العمل خلاف هدی نبی صلی الله علیه و آله و سلم. این کار مخالف نشاندادی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. یعنی کسی این کار را کند و این مخالف از رفتاری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده است. شخصی که گفته است که قال شیخنا رحمه الله و خلافه هو بدعه، یعنی که خلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بوده است؟ این بدعت بوده است. و موافقه لطریقه اليهود و النصارى. و این رفتار، این عمل، یعنی که موافقت میکند به راه و روش یهود و نصرانی ها و من وافقهم من الشیعة الرافضه، و کسانی که با به این راه یهود و نصرانی ها میروند از جمله شیعه های رافضی، اینها هم همین طور رفتار دارند، یعنی افراط و تفرید دارند اینها. و سنت ثابته عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم تعجیل الفطر. و سنتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است، این تعجیلا افطار کردن است، یعنی بعد از غروب آفتاب مباشرتا افطار کردن. این سنتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. فعن سهل بن سعد رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: از سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاری و مسلم. یعنی تا اون دم مردم تعجیلا افطار میکنند، تأخیر نمیکنند افطار را، مردم در خیر و در برکت می باشند. معلوم میشه که از خیر و برکت مردم خارج می شوند به سبب تعجیلا افطار نکردنشون، یعنی تأخیر میکنند تا ستاره ها در آسمان پیدا شدن، از خیر محروم می شوند این کسا. به خاطر چی؟ به خاطر مخالف از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شده و موافق به اهل کتاب شده و در نتیجه گویم به خاطر به بدعت
به عمل بدعت دست دادنشون. حدیث بخاری مسلم روایت کرده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. باز هم از سهل بن سعد رضي الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: لا تزال امتی على سنتی ما لم تنتظر النجوم. یعنی تا آندمی که امتی من منتظری برآمدن و نمایان شدن ستاره ها نمی باشند، تا آندمی که این کار رو نمی کنند، امتی من طبق سنتی من می باشند. یعنی از سنتی من، امتی من آن وقت خارج می شود وقتی که بعد غروب آفتاب مباشرتاً که افطار نمی کنند و منتظری شب و یا که منتظری نمایان شدنی ستاره ها را می کنند که در این عمل موافقت به اهل کتاب و شیعه های رافضی می باشند و در نتیجه بدعت را انجام دادگی می شود. رواه ابن حبان بسند صحیح و اصله فی الصحیحین. این حدیث را ابن حبان روایت می کند با اسنادی صحیح، اصل این در هر دو صحیح آمده است که ابن حبان روایت کرده است و شیخ البانی آن را در صحیح الترغیب صحیح شماریده است این حدیث را. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. از ابو هريرة رضي الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. یعنی دین همیشه غلبه میکند، دین همیشه در غالبیت می باشد، غالب می باشد بالای تمامی ادیان غیر، تا آندمی که افطار را چی کرده می شود؟ تعجیلاً کرده می شود و افطار کردن را دیر کردن نمی شود، زیرا اینکه یهود و نصرانی ها برای چی مغلوب گشتن و پایان شدن و گویم نیست شدن، یؤخرون عادتشان این است که تأخیر میکنند. رواه ابو داود و ابن حبان و سنده حسن. حدیث را ابو داود روایت میکند و ابن حبان و سند این حدیث صحیح است. شیخ البانی آن را در صحیح الجامع حدیث حسن نامیده است. بعداً صاحب رساله می‌فرماید که اما السحور، اما سحور باشد، سحور هم میشود و سحور هم میشود. اگر سحور به فتح سین شود، این آن وقتی را میگویند که پیش از نماز بامداد میباشد، سحور نامی وقت. اما از سحور باشد، این همون خوراکی را میگویند که وی را تناول کرده میشود در همین وقت. فهمیدن؟ یعنی که سحور کردن را، تناول طعامی پیش از بامداد را با ضمی سین میخوانند. والمستحب تأخیره الى قبیل الفجر. یعنی آیدی سحور یا که سحور مستحب آن است که باید که سحور را تأخیر کرده شود نزدیک به اندک پیش به وقتی بامداد، نزدیک اندک بچه اندک پیشتر باشد به وقتی نماز بامداد، همان قدر که به وقتی بامداد نزدیک باشد همین قدر مستحب بوده است. لحدیث انس رضی الله عنه عن زید بن ثابت رضی الله عنه انه قال. بنابر حدیثی که وی را انس روایت میکند، یعنی انس بن مالک بن نضر الانصاری رضی الله عنه، وی از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت میکند که گفت: تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم قام الى الصلاه. یعنی ما سحور کردیم همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از آن به نماز
برخستیم بعد از سحور کردم. قلت کم کان بین الاذان و السحور، من سوال کرده پرسیدم که چه مقدار وقت گذشت میانی اذان بامداد و سحور کردن شما؟ قال قدر 50 آیه، به مقدار قرائت 50 آیت وقت می گرفتگی. خب قال شيخنا رحمه الله، شيخ نجمي الله رحمه شكرا بتسكين، من الآيات المتوسطة بين الترتيل والحذر، يعني این در نظر دارد آیت هایی که قرائتی و اینها میانه می باشند، نه اینقدر آسته و نه اینقدر تیز، تقریبا ربع ساعه یعنی 15 دقیقه پیش از بامداد، یعنی که سحور را سر کردیم. رواه البخاری و مسلم، حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. اما الاحتیاط في الامساك قبل الفجر فهذا خلاف السنه، اما پیش از بامداد خودداری کردن برای خاطر احتیاط گفته، این خلاف سنت می باشد میگوید شیخ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، حافظ ابن حجر گذاشتیم یعنی در فتح الباری در مجلد 4 در صفحه 199 فرموده است که من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. یعنی یکی از بدعت های منکر، بدعت هایی که باید که باید را انکار کرده شود، اون بدعتی می باشد که در این دور زمانی ما پیدا شده است که اذان دویم اذان داده می شود پیش از بامداد، تقریبا 20 دقیقه پیش از بامداد یک اذان دیگر داده می شود در ماه رمضان. و اطفاء المصابیح التي جعلت علامة لتحریم الاكل والشرب، و خاموش گرداندن چراغ‌ها که و اینها را همچون نشانه قرار داده شده است به حرام بودن خوردن و نوشیدن، علی من یرید الصیام، به کسی که روزه گرفتن میخواسته باشد. یعنی این کارها چه بدعت میباشند. زعما ممن احدثه، این یک گمان است از جانبی کسی که این کار را ایجاد کرده است، این بدعت این نوآوری کرده است، انه للاحتیاط فی هذه فی العبادتی، در این عبادت ایشان گویا که به طور خودشان احتیاط میکرده باشند. ولا يعلم بذلك الا احد الناس، این را هم نمیدونن مگر یعنی که افرادی اندکی مردم. وقد جرهم ذلك الى ان صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور. یعنی این کار ایشان را بچونین وادار کرد که ایشان صاروا لا یؤذنون، اذان نمیدهند مگر بعد از غروب بدرجة، با اون درجه ای که یعنی افتاب میشیند و ایشان اذان نمیگویند تا آن وقتی که منتظر میشن که امکانیت شود وقت پیدا شود و گمانشان که فطر چیکار میکنن، ایشان تأخیر میکنن و سحور تعجیل میکنن. و خالفو از سنت، در این کارشان مخالفی از سنت کردن. ولذلك قل عنهم الخیر، از ایشان خیر کم شده است و کثر فیهم الشر، و در میانشان شر بده رواج یافته است به سبب مخالف از گفته و کرده پیغمبر کردنشان. الله المستعان، از الله، از خودی الله یاردم میپرسید. نه. المسألة السادسة، مسألة ششم، حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس. مسئله ششم از چه عبارت بود؟ از حکم کسی که در برآمدن آفتاب شک آورده چیکار میکند؟
خورده میخورد یا که مینوشد یا که در فرو رفتن آفتاب. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه، يعني محترم الشيخ إمام عبد العزيز بن باز الله رحمتش کنه در فتواهایش در مجلد 15 در صفحه 290 تا 291 گفته است که من اکل او شرب شکا فی طلوع الفجر فلا شیء علیه، کسی که در برآمدن صبح شک آورده خورده باشد یا که نوشیده باشد فصومه صحیح، فلا شیء، یگان چیز بالای او نیست و روزی او درست است. معلوم یتبین انه اکل او شرب بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، تا آن که برایش انق شدگی نباشد که وای خورده بوده است یا که نوشیده بوده است بعد از برآمدن چی صبح، یعنی تا آن که انق نیست که خوردن وای بعدی صبح واقع شده است روزی او درست است با اون شک آوردن. لأن الاصل بقاء الليل، زیرا که از جانب شب استاده است قرار دارد، اصل بقای شب می باشد. والمشروع للمؤمن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على كمال صيامه، و شریعت برای مؤمن نشان می‌دهد که باید که سحور را تناول کند قبل از آن که قبل وقت شک، پیش از وقتی شک، برای خاطر احتیاط کردن دین خود و برای خاطر حرص و تلاش کردن به کمالی روزه‌اش که روزی او چی باشد؟ با کمال باشد. اما من اکل و شرب شکا فی غروب الشمس، اما کسی که خورد و نوشد در حالی که شک آورده یا استاده است در فرو رفتن آفتاب، فقط اخطأ، چنین کس خطا کرده است و علیه القضاء، برای او قضا واجب می شود. برای چی؟ لأن الاصل بقاء النهار، زیرا که از طرف روز این به طرف شب رفته شده است، اصل بقای روز می باشد. ولا يجوز للمسلم ان يفطر الا بعد التأكد من غروب الشمس، یعنی جایز نیست برای مسلمان افطار کردن مگر بعد از انیق کردن فرو رفتن آفتاب او غلبت الظن بغروبها، یا که غالب آمدن گمانش با فرو رفتن آفتاب، یعنی که گمانی بیشتر دارد که در حقیقت یعنی آفتاب فرو رفته است. وقال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، یعنی شیخ ما علامه احمد بن یحیی النجمی الله رحمتش کند در کتاب خود به نام فتح الرب الودودی فی الفتاوى والرسائل والردود، در این کتاب چنین گفته است در مجلد 1 صفحه 323: و اذا اکل او شرب شاکا فی طلوع الفجر ولم يتبين فصومه صحیح ولا قضاء علیه. اگر در برآمدن آفتاب اگر در برآمدن فجر، یعنی که نمازی بامداد خواستم بگم، خورد و نوشد لیکن شک کرده شده است در برآمدن صبح و انق نشده باشد، فصومه صحیح، روزی او درست است، ولا قضاء علیه، بالاش یکون قضای نیست. اما اذا تبين انه اكل او شرب بعد اتضاح الفجر، اما انق شد برایش که وای خورده بوده است یا که نوشیده بوده است بعد از چی واضح شدنی بامداد، یعنی همون خوردنی و نوشیدنی و در وقتی بامداد واقع شده است وضوحا، چنان انق شود که لا شک فیه، در وای دیگه یک شکش ماندگی نباشد، فعلیه القضاء، به او لازم می شود که همون روزش رو قضا دارد. و كذلك اذا افطر ظانا ان الشمس قد غربت فتبين انها لم تغرب فعليه القضاء، همچنین اگر کسی افطار کند گمان کرد که آفتاب فرو رفته است، بس انق شد که بعدا انق شد که حالا فرو رفتگی نبوده است،
فرو نرفتن این چیکار کرده است؟ یعنی افطار کرده است، فعلیه القضاء، بالای او قضای همون روز واجب می شود میگوید. این است این مسئله ششم. بعدا می فرماد که المسئله السابعه، مسئله هفتم، يجوز ابتلاع الريق ولكن يكره جمعه وابتلاعه. یعنی جایز است آب دهان را چی فرو بردن، ولی مکروه است آن را جمع آورده و فرو بردن، یعنی در دهان جمع آورده و جمع بعد فرو میبرد، مکروه است. و اما النخامه اذا وصلت الفم فعليه عدم ابتلاعها. اما یعنی که آبی چی بلغم باشد یا که بگیم آبی بینی باشد، وقتی که به دهان رسد به او لازم می شود، نباید که باید رو چی فرو برد به داخلی معده‌اش. سواء كانت من الجوف، فرق ندارد خواه این از درون شکمش برآمده است، او صدر، یا که از سینه‌اش، او دماغ، یا که از بینیش، از مغز سرش آمده است. کما نص علی ذلك بعض فقهاء الحنابلة، چه خیلی که به این آیه این ذکر میکنند که ذکر کردن بعضی فقهای حنبلی ها. و هذا ما رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالی بقول، این همان قول می باشد که این را ابن باز رحمه الله راجح دانسته است. یعنی هذه یعنی النخامة يجب على الرجل والمرأة بسطها و اخراجها و عدم ابتلاعها. یعنی واجب است آبی بینی را، یا که فس میگویند یا که مثلا بلغم میگویند، واجب است به مرد و زن آن را توف کرده بیرون پرداختن و آن را فرو نبردن. قلت صاحب رساله میفرماد که وقد قال شیخنا احمد بن یحیی النجمی رحمه الله، یعنی شیخ ما احمد بن یحیی نجمی چنین میفرماید: وقد ذكر بعض الفقهاء تفريقا بين النخامة التي من الصدر والنخامة التي من الرأس. یعنی بعض فقیه ها فرق گذاشتن میانی آن، یعنی که آبی بینی که از سینه میبرد یا که آبی بینی که مثال از سر میبراید. فجعلوا النخامة التي من الصدر لا تؤثر على الصوم. و با چنین قرار آمدن که یا که قرار دادن که آب بینی که از سینه میبراید و در روزه یگان تاثیر نمیرساند. و النخامة التي من الرأس جعلوها مؤثرة على الصوم. و آب بینی را که از سر میفراید آن را همچون تاثیر رساننده بر روزه دانستن. ولكن عند التأمل نرى ان كلتيهما من داخل جسد الانسان. ولی اگر اندیشه کرده شود میبینیم که هر دویشان از داخلی از درون جسد انسان بیرون می آیند. ولا یبطل الصوم، روزه را ولا یبطل الصوم، روزه بیرون نمیشود الا بما هو من خارجه، مگر با همون چیزی که اگر از بیرون یگون چیز به درون فرو برده باشد. و بالله التوفیق، و از الله مدد و توفیق خواسته می شود. وقال بعض اهل العلم، بعض اهل العلم چنین گفتند: انها لیست اکلا ولا شربا، این خوراک است و نه نوشاکی است. ولا فی معناهما، و در معنای این دو هم داخل نمی شود آب بینی. فلا تأثیر لها على الصوم، یگون تأثیر نمی بخشن بر روزه. ولكن الاحوط لفظها و عدم ابتلاعها خروجا من الخلاف. ولی احتیاط آن است که وی را توف کرده شود به بیرون و آن را چی فرو نبردن و شکم قرط ندادن، برای خاطر از خلاف خارج شدن. در شعر گفته است که و مستحب الخروج یافتا من الخلاف حسب ما قد ثبت. یعنی مستحب است ای جوان میگو از خلاف و از اختلاف خارج شدن خیلی که ثابت شده است. نه. بعدا میفرماد که المسئله الثامنه، مسئله هشتم،
لا بأس بذوق الطعام للحاجة يعني بوكي ندارد خوراک را چشیدن یعنی که نمک آش را چشیدن. قال شیخنا رحمه الله شیخ ما الله رحمتش کنه گفته که باللسان والاسنان خواب زبان باشد خواب دندان ها باشد برای حاجت بشرط عدم دخوله الحلق و شرطی که به حلقش وارد نشود همون چیزی میچشیدگیش اما بلا حاجت فیکره اما اگر یکم حاجت باشد میدانند مقداری مثل با نمک کم نمک و سیر نمک شدنش هم تا از روی تخمین میدونسته باشد حاجت نباشد مکروه هست چشیدنی طعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما گفت است که لا باس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم یعنی بو که ندارد سرکه را چشیدن که یکون چیز را تا آندمی که به حلقش وارد نشود داخل نشود در حینی که او روزدار است. علقه البخاری این سخن را امام بخاری همچون تعلیق کرده است یعنی با اون معنا که همچون یعنی که باب ذکر میکند اما بدون آن که ذکر کند اسناد را. و وصله ابن ابی شیبه و البیهقی این دو کس ابن ابی شیبه و بیهقی این را وصل کردن یعنی که برزن اون که در اون را در زیر باب گفتن و اسنادش را نیز ذکر کردن. و قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه الله رحمتش کند گفت است که ذوق الطعام یکره لغیر حاجه چی گفت است که طعام را به حاجت یکون احتیاج نباشد چشیدن مکروه است لکن لا یفطره ولی روزش نمیشه کند اگر چشیده باشد. و اما الحاجت فهو کل مضمضه حاجت این به مانندی یعنی که در دهان آب گردانیدن در وقت طهارت یا که غسل کردن به مانند همین است. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يعني أنه لا يفطر. شيخ ما أحمد بن يحيى النجمي گفتن که یعنی خلاصه روزه را نمیشکست چشیدنی طعام. المسألة التاسعة صائم یعنی با که ند غسل کردن با آب خنک على رأسه و هو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عادتا در سر خود بالای سر خود آب میریخت در حالی که وی روزدار بود از تشنگی را یا که از گرمی را حلقین سوام سرد سوام گفته. رواه ابو داود و احمد و سنده صحیح حدیث را ابو داود و احمد و اسنادش صحیح است روایت کردن. قال البخاري في صحيح من بخاری در صحیحش چنین گفته است که باب اغتسال الصائم باب در بیان غسل گرفتن شخصی روزدار. و بل ابن عمر رضی الله عنهما ثوبا ابن عمر یعنی یک جامه را یک لباس تر میکرد فالقاه علیه بالای خود میپرتافت و هو صائم در حینی که وی روزدار بود. و قال الحسن و حسن گفت که لا باس بالمضمضه و التبرد للصائم با که ندارد برای شخص روزدار در دهنش آب گردانیدن و خود را سلقین کردن با که ندارد. قال شیخنا شیخ ما گفت رحمه الله والذی لا يدخل من مدخل رئیسی معفو هر چی که یعنی که به همون درآمدگاه اساسی داخل وارد نشود و دیگر جو که داخل شود دیگر با که ندارد مثلا چشم میگوند و گوش میگوند و دیگر اندام نهانی میگوند اینا معفوون با که ندارد. مهم یعنی که از چی از همون درآمدگاه اول داخل نشود یعنی از دهان از حلق بویم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.